کار میکنی اینجا؟ اینا دیوالا رو میشکنم. اینا رو برای چی مایی؟ اینا برای من جا برقا، جا سیما برقه، لولا برق. برق می مغز یک لینی، این مغز یک زرمایه که بکنی. خب برای من تو نگاه بکو. ای از اینجا خب برایش تکندی. بله. بیلا. ماما. بله. شما برقی هستین؟ بله. نه من گرمی دیشم. برقی نیام. ما عمر خود گرم دختم. یک دقیقه صبر کن. نه یک دقیقه کاف تعطیل کنی. خب این جا لولاه برای من جا یک دقیقه لولا. تعطیل کنی من میگم لولاه. چره؟ صبر کن کار دارم. سلام لالا خویم بخیرین؟ شو لالا امی اشته برقی آوردین که شما بستم دیولار که بونم بود پس همین برقی که شما بیاوردین میگم این دیولار همه خراب کرده بابا کجا خراب کردم تو بده دستمه بیاین شما اگر بده دستمه بابا بابا بله ما برقی و خلیفه برقی نالم بندو بابا این جگه این نمیفهمی برار شما من این جگه بیامدم بغل دیوالر خاطری که لولی برق این جگه میایم من لولار بگیری تو من این جگه برمی آوردم بغل دیوالر میکنم ای پیش خود خو میگه بلون بندو لالا بیا یک دقیقه تام ساختمان بیای لالا من اگه نمیخوام اینا کار کنه تعطیل میکنم باشه تا شما بیاین شما بیاین بیاین میای دقیقه کار نکن باشه بیای برار من او برق ندن شما به تل میچله او به خر نمیچله به تل میچله دیولا خراب کردی برو خاموش کن چه خاموش کنم اگه به تل میچله خاموش کن کار تعطیل کن بیا یک دقیقه بیا سکو این سکو همین سکو همین سکوشته خراب کردی کرده این سکوشته سولاخ کرده برارم خود این بشد اینجا همه فس برقه خوی چی پایین اگه پس دوباره بونم بیتاره این همونجا خیلی چه شد پیش من خطا چه شد این بکن ها سکو اونجا سکو اینا مگر همین تا کندشه برارم اینا لوله آنی تا لوله میره به زیر برق اونجا سکو اونجا سکو اونجا اینجا سکوتار سکو نه اونجا سکو اینجا هم دیوال 5 سنتی بوده 5 سانتی بوده مغز مردم میکنه این دیوال 5 سنتی بوده هل مغز بر من چیز کردم بافتاد آجر به زوبر افتاد دیگه خیلی کار اشتباهه دیگه کار نکن تعطیل کن تا برام بیایه من نمیفهم برار تو بیایی من نمیفهمم چیه شما دیگه برقی کار کردین بله ها چند سال برقی من تقریبا 67 سال بسته دیوال مال خراب کرد من 67 سال پیش میچی برقی نیم شما آنه سکو آنه ایشتا مقبول کنده سکو تو هم پایین اینجا سکو اونجا سکو خب او همون آجر بافتاد او قلبه شد قبل کندی یه سکو او سکو بالا سکو قلبه کردی آخی ستون یا ستون ها سوست میشه خیلی دلیدار هستم ما برقی نمیم برقی هیچی برقی نی تو آره برار تو از کجا میایه؟ میای از یک جا هر جا بیاشه میای اگه من نمیامد خب بسته خونه خراب میکردی برار میره کیر میاره به پیش ما که اینجا کار کنه برقی به کجا اینا هر دروغ یک برمی به دست خود میگن که ما برقی بابا تستر یک سکن بغام خونه خراب کرده چه کار کرده؟ بیا یک نگاهی بکنه سعی کن اینه
تمام پایا رو بکنه این چکار کده خود آنجور به فرق از دیزنی چکار پای خونه چپه میشه که این میتون بره گفتن تو برخکشی کو اونه والی بومه جنه والی بیاین ولی بومه تمام خونه خراب کرده آنه سکو اینجا چیکار کرده کو بای برو آنه سکری سکو تو چرا اینا نیتکیدی که کجا؟ برارم این سیم برق از این نگاه بیری این میشه. سیم برق از میگه بیلی میشه ها بالا بوم نگفتیم سیم برق ما اینکه وقت لباسی میشیرم چون چی میزنم یک چیز میزی دگی یعنی تو برقی هستی یا داری که تو این کارا خو میکنی یا نه 67 سال 67 سال میگی من کار کردم کار همین رقم تو تکو خو این چپه میشه سوانه پس سوا مبالمه تو تمام پایا خونه که داده میشوری قلبک کردم قلبک کردی کو برارم همه تنه شما خود نمیفهمید ایشتم میتنه اونا بچی کلون خوبه پرسید کاکا جان من زمین تراش کمی که چه لولا خرچو میدیر رو تو داخل نگفتیم قلبک کردی والا همینطور گفتم تو قلبک کو تو یا خشتور داری تو خشتور داره بیا بر کاکو به درد من نیخ بده گیر سکو سکو این چیکار کردی؟ خب برارم این اول لولی برق میایه دیگه لوله برق همه برای جو سکو ایت مازی تراشتی نگفتی تو بابا شما اصلا ساختمان تال تیار کردی تراشتی نکردی ساختمان دائمیه که تیار بله یا نه چیلی کم برو کاکا به دست کار خور برو به درد من نیخ بده به درد من نمیخواد بده تو سکو دیوالا چیکار کردی؟ اینجا سکونه اینه برو سکو فقط قبل تیار کرده ماما اینا قبرستونی چه کندی؟ ماما جو پیاره و شما نمیفهمی همینا از تلویزیون شما نمیتونی به اینجا اینا آلالا جو برار من نور چشم مادن تو تراش میدادی گچر میکندی برام نگو بدیدیم بابا تو خش تو سکوه شته کنون نگه من چی خاکوسی رو بسخ کنون خب اگه ما خبر نمیشه بسته خونه خوب هم رو میریخت دیگه شته کنون دمی که میری به در سرانه میگم ما این تا کاسه میگم ما این تا کار کردیم ما کجا کار کرد میگو بله اول نگفتی به نگرانی چی ندیدم نگاون ملامت مگه ملامت باشه می اشتباه مگه این ساختمان دیدش زودی ما زنگ زنه جمع کن کاکا جو سلاح خود اون سلاح خود جمع کنم میشه اینجا جمع نکن خوبه پس تعریف میکنی که ما اینطور کجا کار کردیم ما پاکستان کار کردم به ایران کار کردم به چین کار کردم هم درو تمام زندگی رو در به در کردیم با یا میگی جمع کن یالا تست شبک شو نمای تو برخی برو بخیر رخصت کن که بره یک برقی دیگه بیارن که به شما هم تیار کنه برو دیگه او تلویزیون برو اصلا مسخره نکنی برو بده آدیا مسخره کردین خوب تو سکو تپه میشه کده خیشان همه دل میشه قلبه همیشه قلبه نمیکنه عباس برو می نگه یک دقیقه صدا کو خب چی رقم نگاهونم فقط خواه ده تو همشون خواه همون فکر نمیکنم بالا همین کارگرها چرخته بزن بالا این برقی ها بالا این کارگرها سیسه که تمام خونه رو سلاخ کرده بیاین هنه بیا خوندم بابا سلام علیکم سر خوبم بخیر ایسته برو جان جوره میگم کاکا جو همین برج 15,000 با تو پول میدم با دور خونه میدم نه نمیدم تو چرا متوجه نشی که همین برقی که میاد تو سه کار کرده خونه خود گفتم که ما همه کاران میاد بلد و خود مواجهت به من کنه داره دیگه اگه من برقی میبینی که میان خود مکان من یک دفعه بزرگ برام یک دفعه بزرگ برام همینا کار بزرگ کردنیه همینا دینا بزرگ میکرده تو سگو که چکار کرده اینجا سگو این قلبه کرده اینا منو مولمه آخه ایستان شما نمیدانه که من این ساختمان شما چقدر خدمت کردم اشتا خدمت کرد چه کار یک دفعه میگم تمام شد اما هر فریامو تو دیدی تو تمام شد تمام تو خوی خواه کجا یک دفعه برو پمپ ببزی یک دفعه برو برقی ما یک دفعه برو ماشین به
چنو خب من چیکار تو کنم؟ مقدار فکر میکنی آخه اگه من مهندس اگه باشم میخوره ولی چه پاشه چیکار کنم من اگه مهندس باشم من بابا. چرا چیز کنم؟ بابا گناه نگهبانم نیست خیره. خب من مهندس اما متوجه باش الان دیگه. شما ایستم مهندسی داریم چیزی داریم ناظری داریم بیادیم اینجا کن عقلم بتونه اونجا کار خود برا ببره. کاکا جو پس تو ما چیکار کنم اینجا برج 15000 خب من مسئول نظارت کار شما کنیم من عقلم این کاری بکنم من دیوالا شما بزنم دیگه اینا این تو کارا بکنم. لا اله الا بابا الله خب نگهبانم ملامت نیه دیگه. منطقه با کم موش خونه خب من هوش من هستم من اینجا کاکا جو شب و روز دارم تو شب روز میگه تو مقدار فکر کو ببین برقی میگفتم نگفت سر کله تو خاک شمیگ رمی رد بگو آخه برقی اگه خودی آخه استاد آخه این طاقه چیز باشه خب میتونه خودی کار خب برقی هم خوب نمیفهمی میگم اون ظرف خط میکنم انجینر صاحب که بکنونم او بمیرم دلی رو بند میکنه. متوجه کار خوب باشه شما است من همیشه متوجه هستم. اما میرو برقی کو جواب داد و یک دیگه ور میذاره ما اول شما که میاییم به صبح بگین که مثلا اینا اجیر من اصلا اجیر هستم. یک دیگه میگه برقی یک دیگه میگه فلان لولکاش کاکا جو بگو چی میگم من میرو یک برقی دیگه ری میکنم بفهمیدی متوجه باش که دیگه تو چه کار نکن که تو ما قانون رسول الله و خاک که نمی فقط میگین دیگه من مکر از اینو. چه کارم ماما جو؟ بابا جان لالا جان مال همینجا شما وردشتیم بیا آوردیم. شما وردشتیم بیا آوردیم ماما پیار شما بیا آمده اینجا خود ما 100 قول مقالبه کرده. جمع کو بنده به سات خونه میگم پیارم برارم. همینجا می دیوال مگرم به می شکل می تا کنده شه بیای به پایی یک 3-4 تا آجور پیش ما مثلا سولاخ شد آجوره بفتاده به زوبر اینا بیامدن که نه مگرم اندازی 200 دینار تو میکندی. ما گفتم ماما جو لوله خیلی میاد و بغل دیوال میاد از سویچ از ساکت از برق ما کار منه 67 سال میشه ما کار منه انا نه تو جمع کو قال مقاله چند سال میشه کارتونه؟ 67 سال گردان تو بند باشه که سند تو 67 هسته 60 اه سند تو چنده؟ سندم همین سال 41 میشه. خب 41 سال سندتون تو ایشته 67 سال میشه سابقه گریده. تا هم از این تلویزیونا شنیده که میگم با بیش از نه برار من به پشت پیار خوان که بودم من می کار میکردم. من کسبم برقی بودم. برار ما عباس زنگ زده گفت اگه می که با پشت پیار خود می کار میکرده بسته در و دیوال رحمل خراب کرده. می کار تو بیده تو تا حالا به دیگه جا هم کار بکردی یا ساختمان اول به پیناکس یا ما با خیلی گردانم بند با شما تقریبا 2.5 برج به ایران شاگردی کردم. 2.5 برج من به ایران به زیر دست انجینرها بودم شاگردی کردم. کاسب که بو شدم بیامدم اینجا. میدونیم برج کاسب شدی دیگه. انا ها دیگه آدم یک 3 سال 10 سال میره. گپ بزن که پیار از تو تا اون چیزی که نستوندم. کی؟ پیار تا اون چیزی که از تو نستوندم. نه چه تا اون مستند بخوردم سال شما. به خاطر ازی که خدا از تو بکار داشته که پیار تا اون نستونده از تو. حالا کمر دار برو دیگه دنبال خورسه نکنی. اینا از کی اینا از من خوب است. از تو هستم اینا یاره. این برمه یا بابا جان که دیوالار مشکسته. خب همین تبش کسیندیم همین دیوال که حال دهنان مگر با یک مدگه با برنا بیای. برو بابا جا برو گپ مفلزه برو یک برقی بیار که 10 سال 20 سال شاگردی کرده باشه کار کرده باشه. برو. همینا هم که ما گردان تو بنم سر کله تو من برق میارزه. بله یا نمیارزه. همینا که صبح تا حال من اینجا دهن گوشنه توشنه کار کردم همینا هم به خیر خوشی بیل ندارم. همینا هم به خیر خوشی پس خرابتر شه که برنا بیای دوباره به چینه پیار تو خودم جنجال کرد. برو. همینا بیل ندارم به خیر خوشی خیر ما کار کردم نفی نمیکنم منتاب بیل ندارم. برو. به زی دنیا و به زی دنیا حق خورمای اومد. صحیحه. ما آدمی که 16 تا بیوزن بیخان منه. بفهمیدی؟ حق ما مسکین میخوری. حال کار خور میکردی که حق تو میدادی. گردانم بنده باشه هر کس حق من بخوره مثل ماری وری پست میندازه. صحیحه. بله. برو بخیر دنبال خور نگاه نکنی.